سلام بچه‌ها، یه تست براتون آوردم از آزمون قلمچی. گفته که جسمی را یک بار در راستای قائم و بار دیگر بر روی یک سطح شیبدار که با سطح افقی زاویه 30 درجه میسازد با تندی اولیه یکسان به سمت بالا پرتاب میکنیم. مسافتی که جسم از لحظه پرتاب تا رسیدن به بالاترین نقطه مسیر طی میکند در حالت اول چند برابر حالت دوم است. مقاومت هوا و اصطکاک سطح شیبدار ناچیز است. برای حل این سوال باید سوالمون رو در دو حالت بررسی کنیم. حالت اول وقتیه که این جسم ما با سرعت اولیه v0 به سمت بالا پرتاب میشه تا به بالاترین نقطه مسیر خودش برسه. خب طبیعتا وقتی بالاترین نقطه مسیر خودش میرسه برای یک لحظه اونجا سرعتش برابر با صفر میشه، بنابراین انرژی جنبشیش در حالت دوم برابر با صفر هست. این سوال رو میتونیم هم از پایستگی انرژی مکانیکی استفاده کنیم و هم از قضیه کار انرژی جنبشی که من اینجا برای اینکه سوال ساده‌تر حل بشه از قضیه کار و انرژی جنبشی استفاده میکنم. فرمول رو مینویسم WMG برابر با دلتا کا. چرا اینجا نوشتم WMG؟ چون تنها نیرویی که روی این جسم داره کار انجام میده از نقطه 1 تا نقطه 2 فقط نیروی وزن هست. از طرف دیگه چون که نیروی وزن به سمت پایینه ولی حرکت به سمت بالا هست، زاویه بین حرکت و نیرو در حقیقت 180 درجه هست و میدونیم که کوسینوس 180 درجه برابر با منفی 1 هست. پس میتونم WMG رو بنویسم منفی MGH. حالا میام تو فرمول بالا جایگذاری میکنم. منفی mg جای h میذارم L1 برابر با، گفتیم که در حالت دوم انرژی جنبشیش برابر با صفر، یعنی کادو برابر با صفره. پس این طرف معادلم میشه منفی 1 دوم m v0 به توان 2 که این منفی از دو طرف ساده میشن، جرم هم از دو طرف ساده میشن. L1 میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول که میشه v0 به توان 2 تقسیم بر 2g. حالت دوم وقتیه که این جسم ما روی سطح شیبدار با زاویه 30 درجه به سمت بالا پرتاب میشه. تحلیلایی که انجام دادیم دقیقاً مطابق با قسمت اول هست، فقط یه تفاوت داره که در ادامه بررسی میکنیم. خب می‌نویسم فرمول رو WMG برابر با دلتا کا، باز مطابق توضیحاتی که قبل دادم منفی MGH2 برابر با منفی 1 دوم M v0 به توان 2 که باز منفی از دو طرف ساده میشن، جرم ساده میشن. H2 رو میتونم از اینجا بنویسم v0 به روی 2g. خب ولی ما تو قسمت ب دنبال L2 هستیم، یعنی دنبال مسیر حرکت هستیم، ولی اینجا H2 رو با دست بردیم. چیکار باید بکنیم؟ میایم و از این زاویه 30 درجه که اینجا هست استفاده میکنیم. خب اگر سینوس این زاویه رو بنویسم میشه طرف مقابل تقسیم بر وتر، بنابراین سینوس 30 درجه میشه طرف مقابل که H2 هست تقسیم بر وتر که میشه L2. سینوس 30 درجه برابر با 1 دوم هست، بنابراین 1 دوم برابر با H2 به روی L2 طرف این وسطه میکنم و L2 برابر میشه با 2H2. H2 هم که به دست برده بودم v0 تقسیم بر 2g جایگذاری میکنم، این دو با هم دیگه ساده میشن، بنابراین L2 رو به دست میارم v0 به روی g. حالا سوال L1 به L2 رو از ما خواسته بود. L1 رو که تو اسلاید قبل به دست بردیم v0 تقسیم بر 2g، L2 رو هم که به دست بردیم v0 تقسیم بر g، g ها با هم ساده میشن، v0 هم با هم خط میخورن و نسبت L1 به L2 برابر میشه با 1 دوم، واقع در گزینه سوم.